اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند تو پناه میبرم ان اضل او ضل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، و اضل او ضل، بلغزانم یا لغزانده شوم، و اظلم او اظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، و اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت صاحب طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای جنگ اخیر، تمام کسانی که تلاش کردند تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، حقدارانمون، پدرانمون، مادرانمون، استادانمون، درگذشتگانمون، شهدای این مدرسه و تمام شهیدان راه حق و عدالت و انسانیت، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. گفتیم که عنوان بصری از امام صادق سوال کرد که چطوری میشه به این علم دسترسی پیدا کرد. امام علیه السلام فرمودند که قال ثلاثه اشیا. ما موضوع صحبتمون رسید به سرفصل عبودیت. موضوع صحبت ما سیر انسان در قرآن کریمه. رسیدیم به این آیه که گفت یا ایها الناس اعبدوا الله الذی خلقکم لعلکم تتقون. راجع به ارتباطات عجیب این آیه با بخش اول سوره صحبت کردیم. بعد حدیث عنوان بصری رو مطرح کردیم که عبودیت یعنی چی. امام علیه السلام به عنوان بصری گفت که اون علمی که تو دنبالشی، که میخوای از اون علم احساس سعادتمندی بکنی، چون این سالها دنبال علم بود ولی سیراب نشده بود. حالا سعادتمندی رو ما میگیم ولی سیراب نشده بود. اون چیزی که به دنبالش بود و پیدا نکرده بود. خدمت امام صادق رسید. حضرت فرمود ان نور یقع الله یا یقذف الله فی قلب من یشاء. اگه این علمو میخوای حقیقت عبودیت رو طلب کن. سوال کرد حقیقت عبودیت چیه؟ قال از ثلاثه اشیا. حضرت فرمود حقیقت عبودیت سه تا چیزه. یک، ان لا یری العبد لنفسه فیما خوله الله الیه ملکا. این که بنده در آنچه که الله تعالی بهش داده خودش رو مالک نبینه. ما در توضیح کلمه ربکم گفتیم آنچه که الله تعالی به ما داده اصل کم ماست، یعنی اصل وجود ما. ربکم یعنی اونی که داره کم ضمیره. اگه کم و اجزای جمعش رو از هم جدا کنید برمیگرده به منها. 10 تا من رو هم دیگه جمع میکنیم میشه کم. اون کسی که داره وجود من رو ربوبیت میکنه، یعنی منو من میکنه و عالم و عالم میکنه، الله تعالی است. این معنای ربکمه. گفت در آنچه به تو داده تو خودتو مالک نبینی. خب چی داده؟ اصل وجود. اصولا شما وقتی که به جهان اطراف خودتون نگاه میکنید 3 تا چیز بیشتر نمیبینید. در جهان 3 تا چیز بیشتر وجود نداره. یا شما فعل میبینید مثل حرف زدن و شنیدن. الان اینجا چند تا فعل داره اتفاق میفته. شما بزرگواری میکنید، گوش میسپارید، بنده هم حساب الوظیفه صحبت میکنم، منم حساب الوظیفه صحبت اینا فعله. دومین چیزی که میبینید صفت میبینید. من مثلا از نحوه گوش سپردن شما به این گفتگو بزرگواری احساس میکنم. صفت بزرگواری شماست که دارید گوش میکنید به این صحبت‌ها. پس اون شنوایی، نحوه شنوایی شما از یه صفتی در وجود شما داره برمیخیزه. ما جهان که نگاه میکنیم یا فعل میبینیم، مثلا میبینیم آفتاب داره میتابه، پرنده ها پرواز میکنن، صداهایی در عالم شنیده میشه، اینا افعاله. یکم عمیق‌تر که نگاه میکنیم در پس افعال صفات میبینیم. مثلا اگه اون پرنده پرواز میکنه در اثر حیات و قدرته که این کارو میکنه. اولا زنده است، یه پرنده مجسمه که نمیتونه پرواز کنه. و ثانیاً قدرت پرواز داره. پس در پس افعالی که میبینیم صفات میبینیم. اگه یکم عمیق‌تر بشیم میبینیم افعال فانیه در صفات. باز وقتی عمیق‌تر میشیم در پس صفات خود موجودات رو میبینیم که بهشون میگیم ذات، ذوات رو میبینیم. آسمان، زمین، کوه، دریا، انسان. دوباره صفات ناشی از ذواتن. پس اگه ذاتی نباشه صفتی نیست. اولین چیزی که بیان میکنیم میگه انا لله. این آیه اوج کلام توحیدی قرآن کریمه. معلوم آقای قاضی فرموده بودن، علامه طباطبایی ازشون نقل میکنه که یه مرتبه ای از توحید که در قرآن کریم آمده و در سایر کتب انبیا نیامده رو این آیه بیان کرده. آیه که اصلا در نظر ما شاید آیه مهمی نباشه. معمولا وقتی یکی از دنیا میره میگن انا لله و انا الیه راجعون، اسمش آیه مرگه. تا میگه ای از مرگ صحبت نکن.
در حالی که این آیه داره عالی ترین مرتبه توحید رو میگه. شما ببینید وقتی یه کسی مصیبت زده میشه چطوری میخوایم بهش تسلیت بدیم؟ مثلا قرآن مثل ما تسلیت میده، آه خدا بهتون صبر بده، مثلا انشاءالله با انبیا و اولیاء محشور باشه در گذشته شما. ما فقط یه 4 تا جمله میگیم، جملات که هیچ اثری نداره. آیا خداوندم چند جمله بی اثر گفته؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه چند جمله بی اثره؟ اصلا اینطوری نیست. اگه کسی به عمق این کلمات نگاه کنه، قرآن کریم تمام گفتگوهاش یک نحوه سیره، داره آدمو سیر میده. ببین شما وقتی میریم پیش پزشک نمیگه انشالله تبت مثلا قطع بشه، حالا اینم ممکنه بگه، ولی به شما یه دارو میده، شما اون دارو رو خورید تبتون قطع بشه. یه اتفاق واقعی میفته. ولی مثلا ما که پزشک نیستیم، بیمار داره میره پیش پزشک میگیم انشالله با سلامتی برگردی. ما اینو میگیم، ما یه کلامی میگیم، ولی پزشک این کلامو نمیگه. پزشک یه کلام عملی میگه. اون انشالله شفا پیدا کنی مال ما لفظ انشالله شفا پیدا کنی پزشک حقیقیه. مثل اینه که شما تشنه باشین به من بگید من آب بده، بگم انشالله تشنگیتون برطرف بشه. آقا آب دم دستت دیگه، اینو این انشالله حقیقیش اینه که اینو من به شما بدم. خب ما یه تسلیت الکی میگیم، ولی خداوند تسلیت الکی نمیگه. چرا؟ ملاحظه کنین. چرا ما مصیبت زده میشیم؟ به دلیل مالکیت. مثلا یه نفر تو خیابون اگه تصادف کنه ماشینش داغون بشه ما ناراحت میشیم. اگه از کنارش رد بشیم در حد یه شهروند ناراحت میشیم، چون ما انسانیم، اونم انسانه. از کنارش میگیم آخه بیچاره ماشینش. بعد که 100 متر میریم جلوتر یادمون میره، چون ماشین اونه نه ماشین من. اما ماشین من اگه تصادف کنه ناراحتم. چرا؟ چون ماشین منه، رابطش مال منه، ملکیت. ماشین من یعنی ماشینی که ملک من است. این همه آدم داره تو دنیا از دنیا میره، البته ما به عنوان یه انسان ناراحت میشیم، ولی بعدش یادمون میره. ولی اگه فرزند خودمون از دنیا بره چی؟ مثلا ما همسایه‌مون از دنیا بره ناراحت میشیم، چون همسایه ماست. بالاخره هر چقدر این رابطه ملکیت دور میشه از ما، مضاف الیهاش بیشتر میشه، مصیبت زدگی ما کمتر میشه. هر چقدر به ما نزدیکتر میشه، مصیبت زدگی ما بیشتر میشه. خداوند نمیاد تسلیت الکی بده، یه قیچی برمیداره بین ما و مالکیتمون رو قیچی میکنه. میگه ببین این نیتت ملک اللهه، انا لله. یعنی تو خودت هم مال خودت نیستی. قیچی رو میذاره دقیقاً اونجایی که داره اشکال و درد و ناراحتی و رنج از اونجا بلند میشه. البته این گفتگو با این جملاتی که من گفتم نمیشه، باید 60 سال 70 سال آدم زور بزنه تا این برش جا بیفته. من یه وقت همین بحث آیه انا لله و انا الیه راجعون خیلی مفصل و جالب و خوب و اینا تو مسجد الزهرا گفته بودم. بعد یه بار من تو عمرم یه ماشین 0 کیلومتر خریدم. یه ماشین 0 کیلومتر خریده بودم، رفتم سر چهارراه تصادف کردم. بعد این چرخش و این گرگیرش و خیلی ماشین 0 کیلومتر سخته. اومده بودم بیرون نگاهش می‌کردم، میگفتم انا لله و انا الیه راجعون. میدونم نه اصلا کار نمی‌کنه، ما رو مسجد الزهراست. ولی راهش اینه. حالا ما یه چیزی میگیم ولی راهش 80 سال تمرین در دل کارگاه زندگی که خدا طراحی کرده و دائما داره به ما میده و از ما میگیره، داره به ما تمرین میده. من به یکی گفتم من از این رسیدن به دوران پیری و از دست دادن قوا خوشحالم، چون خداوند داره تمرین میده منو که من یه جا اگه بخوام از دست بدم چجوری میشه. ولی یواش یواش الان گوشمون دیگه کم میشنوه، نمیدونم چشمون درست نمیبینه، بدون عینک نمیتونیم مطالعه کنیم، زانومون درد میکنه. داره دائما اون چیزایی که داده میگیره. عزیزانمون رفتن، بزرگترامون رفتن، خالمون، دایمون، پدرمون، خواهرمون. چقدر سخت از دست دادن این نزدیکان نزدیک. ولی تمرین داره میده برای اینکه بگه تو که مالک نیستی. من مالک چی بودم؟ اگه میتونستم پدرم و خواهرم رو حفظ میکردم. برای همین اون میدونه چیکار کنه. میاد میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. نیت تو ملک الله. امام فرمود عبودیت اینه که الله یرى العبد فیما خوله الله ملکن. عبد در آن چی خدا بهش داده خودشو مالک نبینه. 2 الله یدبر لنفسه. برای خودش تدبیر نکنه. یعنی چی تدبیر؟ یعنی بیکار باشه دست شما نه بیشتر درست خود احسن. الله یدبر لنفسه. برای خودش تدبیر نکنه.
و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه، تمام اشتغالش در امر و نهی الهی باشه. یعنی یه کسی براش برنامه‌ریزی کرده. حالا ببینید اینجا یه چیزی اضافه کنم. ما الان فهم کنیم داریم یه گفتگوی اخلاقی میشنویم، مثلا خداوند برای ما برنامه‌ریزی کرده، ما خیلی آدمای خوبی باید باشیم که هوای نفسمون رو بذاریم کنار، بعد برنامه‌ریزی الهی رو انجام بدیم تا آدمای خوبی باشیم. ما اینجوری داریم میشنویم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. برنامه‌ریزی الهی مثل اینه که شما برین از بازار یه چیزی بخرید، مثل این گوشی موبایل رو میخرین، یه دفترچه کنار اینه، میگه این دفترچه استعمال اینه، میخوای از این استفاده کنی، اینجوری استفاده. اونی که منو طراحی کرده یه دفترچه فرستاده در ساختار طراحی من، اگه من بر اساس این ساختار سیر کنم سعادتمندم. اهبطوا الی الارض فاما یأتینکم منی هدی، گفتش که شما جاتون دیگه از این بعد روی زمینه، یه هدایتی هم از جانب من قراره بیاد که هر کس به این هدایت عمل کنه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که حالا اینا خودش هر کدوم یه گفتگوی ادبیاتی داره که این یعنی چی. این دستورالعمل اخلاقی نیست. شما وقتی میرین پیش پزشک وقتی به شما میگه سرخ کردنی مثلا نخور، این یه دستورالعمل اخلاقی نیست، این یه دستورالعمل واقعیه. واقعا اوضاع بدن منو دیده من اگه سرخ کردنی بخورم بیماری مثلا ممکنه شدت پیدا کنه یا دیرتر خوب بشه یا اذیت بشم، حالا هرچی، نمیدونم چه اتفاقی میفته. اون میدونه چه اتفاقی میفته، میگه سرخ کردنی نخور. لذا مثلا وقتی که بابام بهم یه چیزی میگه احساس میکنم داره دستورالعمل اخلاقی بهم میده، ولی وقتی پزشک بهم یه چیزی میگه احساس نمیکنم دستورالعمل اخلاقی داره میگه، داره با واقعیت‌های جهان و بدن من داره صحبت میکنه. قرآن کریم داره از واقعیت‌های جهان صحبت میکنه، ادعاش اینه. لذا اگه یه دستور وقتی میگه که برای خودش برنامه‌ریزی نمی‌کنه، نه اینکه حالا یه آدم خیلی خوبیه برای خودش برنامه‌ریزی نمی‌کنه، برنامه‌ریزی شده است، طبق اون برنامه‌ریزی عمل می‌کنه. اون وقت فرمود که حالا اگه این کارو کرد فاذا لم یر العبد فیما خوله الله ملکن، اگه بنده در آن چی پروردگار بهش داده خودشو مالک ندید، حان علیه الانفاق، خرج کردن مال براش آسون میشه. و اذا فول ذل عبد و تدبیر نفسه علی مدبره. ببینین شما چیز غیر از اینا میخواین الان تو زندگیتون؟ الان ما هممون یه دوران خیلی سخت و پشت سر گذاشتیم، امنیتمون رفته رو هوا، کلی عزیزانمون از دست دادیم، کسایی هم که آشنای ما نبودن از دست دادن، ما همه قلبمون الان جریحه داره. اونجوری هم که دلمون میخواست بزن که خوب میزنی نزدیم که خوب بزنیم که مثلا دلمون خنک شه، حالا تا جایی شده زدیم ولی دلمون خنک مثلا نشده. امنیتمون که به باد رفته. این هم که وضع اقتصادیمونه. شب میخوایم صبح بلند میشیم، شب تا صبح نیست، صبح تا یه ساعت دیگه است. این ساعت چند بعد ساعت بعدی چند. این هم که وضع اقتصادیمون. این وضع مدرسه ها و دانشگاه ها و اوضاع احوالمون. تماشایی هستیم مثلا. بعد هممون حالمون بده. به جز من حالم بد نیست. شاید کسایی هم باشن حالشون بد نباشه. حال من حالمون بده. حالمون خوب نیست. ببینین میگه که و اذا فوض العبد تدبیر نفسه علی مدبره، اگه بنده تدبیرشو به مدبرش تفویض کرد چی میشه؟ حان علیه مصائب الدنیا، مصائب دنیا براش آسون میشه. چرا مصائب دنیا براش آسون میشه؟ چون میشه مثل یه کشتیگیری که یه مربی داره، این مربی رو بهش اعتماد کامل داره، این کشتیگیر تمام هم و غمش قهرمانی المپیکه، رفته تو اردوی تیم ملی، مربی هم داره انواع سختی‌ها و تمرین‌های مشکل رو داره دوش این کشتیگیر داره پیاده میکنه. آقای علیرضا حیدری اون سالی که قهرمان جهان شد، سال قبلش میرفت میخورد به این کورتانیتسه، همش میرفت دوم میشه. یه بار خلاصه بردش قهرمان جهان شد، گفت من 2 ماه قبل از اینکه اردوی تیم ملی شروع بشه خودم رفتم اردو. 2 ماه جلوتر از اردوی تیم ملی. خاطراتشون گفت اون سال قهرمان شد. این آدم از خانواده‌اش جدا شده، رفته تک و تنها تو اردوی تیم ملی، 2 ماه زودتر تمریناشو شروع کرده، ولی یه هدفی داره. من اگه بفهمم هدف من در این جهان خلقت چیه و بفهمم که الله تعالی این دنیا رو طراحی کرده که منو سیر بده و سیر من در آسایش نیست، در ترکیبی از آسایش و سختیه. من یه مثالی دارم که در مادرم متوجه میشن اینو، اونایی که هنوز پدر مادر نشدن نمیفهمن. به پدر مادرم میگم شما اگه بخواید بچه‌تون رو
اگه مثلا فرض کنید امام زمان علیه السلام الان بیاد پیش شما بگه ببین من از این لحظه بعد تو یه تعهدی میخوام بدم، تو زندگی آینده تو بنویس، من طبق اون تقدیر تو رقم میزنم. شما برای خودتون فقر مینویسید یا ثروت؟ عمرن که فقر بنویسید، من که ثروت نمی‌نویسم. این از من. سلامتی مینویسید یا بیماری؟ شادی مینویسید یا غم؟ این که یعنی شادی دیگه، درسته؟ سیبیلاتون اینجوری کنی شادی دیگه. و از همین اقسام. حالا یه سوال، اینو خدا وکیلی جواب بدید. اگه بخواید بچه‌تون رو تربیت کنین، برای بچه‌تون همیشه شادی می‌نویسین؟ شما که تربیت که همیشه برای بچه‌تون شادی طراحی کردین، شما دوست دارین بچه‌تون شاد باشه، ولی یه جایی می‌بینین برای اینکه بچه‌تون شادی حقیقی داشته باشه باید یه جایی شادی نداشته باشه، درسته؟ همیشه رو خوش میکنید به بچه‌تون یا یه جایی هم رو ترش میکنید. حالا یه جایی مثلا ما آدمیم دیگه، هوای نفسمون گل میکنه، یه جایی که بیشتر وقتا رو ترش کردن اون از باب هواست، ولی یه جایی هم از باب تربیت دیگه. حالا ممکنه از هوا باشه خودمون خیال کنیم تربیته، ولی هدف تربیته، رو ترش میکنیم دیگه، درسته؟ همیشه برای بچه‌مون دارایی فراهم میکنیم یا میگیم که این اگه بخواد تربیتش باید یه جای طعم نداری رو بچشه. این دومیه دیگه، یا اینجوری که من خوشحال شدم که این دومیه. پس چرا برای خودتون اونو می‌نویسین، برای بچه‌تون اینو می‌نویسین؟ آقایون تربیتی، چون شما میدونین تربیت در ترکیبی از دارایی و نداریه. کسی که نداری رو نچشیده باشه کجا لذت دارایی رو میچشه؟ عمرن که بچشه. شما الان ناهار خورده باشین، یکی به زور بخواد بیاد بهترین غذای رستوران تهران شما رو دعوت کنه به زور، شما تو اینجا خوردین میخواد سیخ کباب هم زورکی بکنه توی دهن شما، حالتون به هم میخوره. بدترین غذا غذایی که آدم سر سیری میخوره دیگه، درسته؟ همین دیگه اینو تجربه کردین دیگه تقریبا. چرا غذا لذت بخشه؟ چون گرسنگی پشتشه و هر چه گرسنه‌تری لقمه به فرزندش که اگه میخوای بهترین غذای دنیا رو بخوری یه ساعت دیرتر بخور. یه ساعت دیرتر بخوری هر غذایی بدون بهترین غذای دنیاست. میخوای آرام‌ترین خواب داشته باشی یه ساعت دیرتر بخواب. در به داغون آدم یه ساعت دیرتر میخوابه، درجا خوابش میاد. اگر ما فهمیدیم که این عالم طراحی شده نه برای اینکه ما شاد باشیم به معنای ظاهری، البته یه جوری طراحی شده که ما میتونیم دائما شاد باشیم، منتها باید پنجره نگاهمون رو به جهان عوض کنیم. اگه بخوایم اینجوری شاد باشیم که همیشه پولدار باشیم، همیشه سالم باشیم، همیشه دنیا به کام ما باشه، همیشه در صدر باشیم و قدر ببینیم و امثال این توهمات که ما از زندگی توقعشو داریم، هیچگاه احساس شادی نخواهیم کرد. چون یا اینا رو نداریم که معمولا ما نداریم، مخصوصا در ایران، یا اگرم داشته باشیم همش نگران لحظه بعدیم که چجوری قرار از دستمون در بره. والا گیج شدیم، نمیدونیم ریال رو بکنیم دلار رو بکنیم ریال و دلار رو بکنیم زمین شمال رو بفروشیم ماشین بخریم. من وقتی با خودم فکر میکنم بعضیا تو این فکران، میگم چه جهنمی زندگی ایناست. هر لحظه فکر کنن اینو بشه اونو بخره، اونو بشه اینو بخره. یکی هم اونور دنیا بوده میگه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، آن مپنداری که احوال جهانداران خوش است. خب ما الان توی زندگی هستیم که دلمون میخواد همه چی به میل ما باشه، ولی هیچ وقت نیست. مگه هست؟ والا نیست، برای هیچ کس نیست. حداقل تجربه شخصی من با طیف‌های مختلفی از جامعه سر و کار دارم، از دارا و ندار، از عالم و جاهل، از هر قشری که شما بگید. اینطوری نیستش که آدم‌ها شاد باشن. چرا؟ چون پنجره نگاهشون اشتباهه. این چی میگه؟ میگه اگه امرتو به مدبر تفویض کردی مصیبت‌های دنیا برات آسون میشه. ما لازم نیست بریم عبارت بعدی روایت رو بخونیم، ما باید همونجا که وایسیم بگیم داره یه ادعایی میکنه، داره میگه مصیبت‌های دنیا برات آسون میشه. ما میخوایم اتفاقا یه جوری زندگی کنیم که مصیبت‌های دنیا برامون آسون بشه. این راهش چیه؟ آیا واقعا یه دستورالعمل اخلاقیه که من خدایا به تو تفویض کردم الان دیگه دارم همش مصیبت‌های دنیا برام آسونه؟ نه، اینجوری نیست. داره میگه ببین یه طراحی کرده عالمشو، این عالم رو طراحی کرده تو رو سیر بده و تو در این سیر باید بالا و پایین رو ببینی تا سیر کنی. وقتی فهمیدم اون داره تدبیر کار منو میکنه، من آزادم. به حلاوت بخورم زهر،
که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ببینین این شعر رو میخونن عوضی میفهمن. غم و شادی تفاوت داره، شکم‌ها میدونن کاکائوی تلخ با کاکائوی شیرین یکیه. تفاوت داره ولی هر کدومش لذتی داره. موسیقی شاد با موسیقی غمگین تفاوت داره، نداره؟ ولی هر کدومش لذتی داره. اینجوری نیست که موسیقی شاد دقیقاً مساوی باشد با موسیقی غمگین، نه خیلی متفاوته، ولی هر کدومش لذتی داره. شما توی دنیای موسیقی اصلا نمیتونه انتخاب کنی، مثلا تار رو انتخاب کنی، ستار رو انتخاب کنی، سنتور رو انتخاب کنی. هر کدومش استاد توکلی رو دیدم زدم تو کار موسیقی. استاد خیلی خوشم اومد. ما اینجا نبودیم، ما اینجا بلبل زبونی کردیم. اینا هر کدومش یه طعمی داره، فقر یه طعمی داره، دارایی یه طعمی داره. اون وقت اونی که مدبره میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ما شما رو دائما مبتلا میکنیم به نقص، به اموری مثل گرسنگی، مثل ترس، مثل نقص در اموال، در جانها و در ثمرات زندگی. بعدش میگه و بشر الصابرین، بشارت بده به صابر. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. ببینید یادگاری از من داشته باشید، در قرآن کریم هر جا از کلمه قول صحبت میکنه گفتن نیست، قوله. میگم قول من به شما اینه. قول یعنی چی؟ یعنی تعهد. قالوا انا لله نه یعنی این که میگویند انا لله، قولشون اینه تو زندگی. اینا میگن آقا مصیبت به من خورده، انا لله، من خودم ملک الله هم. حالا انا الیه راجعونش الان کاری باش ندارم، چون اون یه فصل دیگر رو باز میکنه و باید راجعش صحبت کنه. انا لله، این مدبر منه. لذا در فراز دوم، در شرح فراز دوم امام صادق فرمود وقتی تفویض میکنه کارو به مدبرش، خواستم اینو همینجوری نخونیم رد بشیم یه چیز اخلاقی بشنویم. داره میگه یه مدبری هست، این مدبر تو و عالم رو طراحی کرده، اصلا این عالم رو برای سیر من و شما طراحی کرده و توی این عالم هم تمام این اموری که میبینید رو گذاشته. جنگ گذاشته، صلح گذاشته، فقر گذاشته، دارایی گذاشته، بیماری گذاشته، صحت گذاشته، اقبال گذاشته، ادبار گذاشته، امنیت گذاشته، رفع امنیت گذاشته. اینا رو ریخته توی عالم. شما دارید توی این عالم سیر میکنید در زمان و مکان و هر لحظه یک کدوم از اینا میاد به سراغ شما. آیا شما میتونید اونو تو آغوش بگیری بگی من میخوام ببینم امروز این برای من چی داره؟ در احوالات گذشتگان هست، در روایات ما این هست که وقتی فقر به سراغشون میومد میگفتن مرحبا به شعار صالحین. شعار به لباسی که به پوست تن میچسبه میگن، چون شعر یعنی پوست، شعار یعنی لباسی که شما دو تا لباس، یه لباس رومی میپوشید یه زیر پیراهنی. این الان به پوستم نچسبیده، زیر پیراهنی چسبیده. اون زیر پیراهنی رو تو عرب بهش میگن شعار. میگه مرحبا به شعار صالحین. صالحین فقر رو میچسبوندن به تن خودشون. بعضیا عاشق نداری بودن. چرا؟ چون میگفتن در اون لحظه است که من تجلیات الهی رو میبینم، منتظرم ببینم قرار لحظه بعد منو چجوری اداره کنه. اینقدر شیرینه وقتی میرسه به مو بد نمیبره. حالا برای الان اگه فرصت بود مجالس ما اشکالش اینه که متکلم وحده است. الان بزرگترها و موسفیدایی که اینجا نشستن انقدر داستان دارن براتون تعریف کنن از اون جایی که تو زندگیشون اینا رو تجربه کردن و واقعا خداوکیلی شیرینی‌های زندگی کدوماشون بوده. اونجایی که خودم رفتم یه پولی در آوردم یا اونجایی که رسید به صفر ادارم کردن. و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی لا یتفرع منهما الی المراء والمباهات مع الناس. وقتی مشغول به امر و نهی الهی بشه دیگه با مردم کاری نداره که برم حالا اینو ببینم اونو ببینم، شروع کنم فخر به شما بفروشم، با این جدل کنم، با اون جدل کنم. فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاث، اگه خداوند ما این سه تا چیز یه بنده ای رو اکرام بکنه، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، دنیا و ابلیس و خلق در مقابل چشمش خار میشن. نه اینکه به مردم به خاری نگاه میکنه، به مردم امیدی نداره. یعنی اینجوری نیست که الان یه گرفتاری داره 100 نفر بیان تو ذهنش امید ببنده به اون 100 نفر. میفهمه همه با هم هیچ کارن. ولا یطلب دنیا تکاسرن، دنبال تکاسر نمیره.
تکاسر یعنی عدد روی عدد گذاشتن، اینو بذاره رو اون، اونو بذاره رو اون یکی، عدد جمع کنه، نه در امور مالی نه در امور معنوی ها. چند تا 40 سفر رفتم کربلا، یه نفر بچه‌شو گذاشته بود رو کولش، سر قبر باباش وایساده بود، یکی از دور نگاه کرد گفت خر 3 طبقه. خب یه عمر اومده تو این دنیا، یه قدم نرفته جلو، میگه 40 سفر رفتم کربلا. خب 40 سفر رفتی کربلا، محصولش چی بوده؟ حاصلش چی بوده؟ 50 تا سفر رفته مشهد، یکی میگه رفته بودم مکه، بعد دیدم همه میگن خدایا 40 سفر مکه، میگه تا اومدم بگم 40 سفر دیدم یکی بغل اصلا نشسته اون 40 تا سفر رفته بود. میگه یه نگاهش کردم دیدم اصلا هیچ آثاری از سفر مکه درش نیست. ما با استادمون رفتیم یه روضه‌ای، یکی از تلخ‌ترین و جانسوزترین روضه‌های ناحیه است. روضه ناحیه، زیارت ناحیه خیلی جانسوزه، واقعا نمیشه زیارت ناحیه رو خوند. هر کی میخونه اینا قسی القلبه، یه جمله‌اشو بعد یه جمله‌شو بگی بری بعد بمیری از قصه. داشت زیارت ناحیه میخوند، صداش از بالا داشت میومد، بعد تموم شد اومد پایین، بعد آقا به من گفتش نگاهش کن، گفت هیچ اثری اصلا از زیارت ناحیه تو چهرهش نیست. خودش زیارت ناحیه خونده ولی هیچ اثری تو صورتش نبود. گفت هیچ اثری تو چهرهش نیست از زیارت ناحیه. تکاسر اینه که دنبال اینم که دیشب عرض کردم این دعا رو از اول تا آخرش بخونم. من مخالف به خوندن دعا از اول تا آخر نیستم، این که فقط فکر کنی دعا خوندن از اول تا آخر خوندنه. میگه دنبال تکاسر نیست، دنیا و ابلیس و خلق برش خار میشه و دنبال تکاسر و تفاخر، فخر فروختن به این و اون نیست. ولا یطلب و اندت ناس عزت، دنبال مردم نمیره برای کسب عزت و علو. ولا یدعو ایامه باطلا، لحظاتشو باطل سپری نمیکنه، چون این سائره باید سیر کنه، سرمایش عمره. فهازا، یه چیزی بگم بدبخشیم هممون، فهازا اول درجه المتقین، این تازه اولین درجه تقواست. کی متقیه؟ حالا هازا اول درجه المتقین، تازه اولین درجه تقوا. بعد در پایان حضرت این آیه فوق العاده رو خونی، آیه از قرر آیات قرآن کریمه، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما این آخرت رو برای کسی قرار دادیم که توی زمین به دنبال علو و فساد نیست، بل عاقبت للمتقین. این داستان عبودیته. حالا یه قدم میخوایم بریم جلو، دوباره توی همین آیات یه نگاهی هم به عقب میخوایم بندازیم. اول نگاهی به عقب رو بگم. ببینید از کجا شروع شد آیات؟ از تقوا، ایمان به غیب و صفاتی که متقی در اثر تقوا پیدا میکنه. بعد از این که تقوا و آثار تقوا رو معرفی کرد و نشون داد که متقی سوار بر امر هدایت میشه در اثر امر تقوا، خطاب به مردم عادی کرد، گفت حالا ای مردم، ای عموم مردم، اگه دلتون میخواد این مسیر تقوا رو برین، بیاین تو دایره عبودیت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که گفتیم ببینید چقدر ارتباط زیبایی بین این آیه و آیات بخش قبل هست. حالا یه ارتباط خیلی زیبا دوباره بین این فراز و سوره قبل هست، یعنی سوره اول قرآن، سوره حمد. سوره حمد 5 تا ستون داره، یعنی خداوند در قدم اول در سوره حمد 5 تا ستون این عالم رو معرفی کرده. این 5 تا ستون چیان؟ بسم الله الرحمن الرحیم رب العالمین مالک یوم الدین. این 5 تا. با توجه به این که گفتیم صفات خداوند صفات حقیقیه نه صفات قراردادی، وقتی شما این 5 تا رو تحلیل میکنید، الله و رب رو گفتیم خیلی اجمالی، اینا هر کدوم رو بخوایم تفصیلی بگیم خودش یک یا چند جلسه گفتگو طلب میکنه. گفتیم خداوند در اولین قدم در معرفی غیب، اولین کلامی که میگه هوه، راجع به هو صحبت کردیم، بلافاصله وقتی میخواد هو رو یعنی او رو یعنی اون غیب رو معرفی میکنه میگه الله. اولین اسم غیب اللهه. الله کیه؟ گفتیم با توجه به آیات سوره 8 که یه نمونه است، نمونه‌های دیگه هم در قرآن کریم داریم و الف و لام هایی که سر اوناست، الله منشأ صفاته.
یعنی یک کانون جوششی در این عالم هست که عالم از اونجا داره میجوشه دائما و از اونجا داره عالم میشه. آسمان به اون داره آسمان میشه و مهمتر این که به او آسمان باقی میمونه. چون گاهی ممکنه یه نقاشی رو بکشه ولی خودش دیگه نباشه، ولی نقاشی باقی باشه. این نقاش اون نقاش نیست، اون یک نقاشی وجودش به اونه، بقایش هم به اونه. لذا عالم وجودش به الله، بقایش هم به الله. این الله خیلی 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 اجمالی. رحمان کیه؟ اون جنبه الله که مثل باران میباره بر تمام عالم، نامش رحمانه. این کلمات اصلا ترجمه فارسی ندارن، از اول بهمون کلک زدن به نام خداوند بخشنده مهربان. بعد فکر کردم مثلا مهربانو بکنه بخشایشگر درست میشه. نه خیر، نمیشه. اینا ترجمه فارسی اصلا معادل ندارن. اون جنبه الهی که میباره بر بر و فاجر، عالم و عالم میکنه، رحمانه. شاخ خشک‌تر قرین آفتاب. آفتاب از این دو کی دارد حجاب نداره، آفتاب بر همه میباره. این رحمانه. لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. آفتاب به شاخه خشک میتابه، به شاخه تر هم میتابه، اما شاخه تر میوه میده. این رحیمه. رحیم اون جنبه خداونده که بعد از بارش موجودات رو به سمت کمال سوق میده. اگه یک کسی این کمال رو پذیرفت، اونجا رحیم داره کار میکنه. رب عالمینه. عالمین در لغت عرب جمع عالمه. عالمین تمام موجودات عالم رو در بر میگیره، از زنده و غیر زنده به اعتقاد عرفی، ولی در اعتقاد قرآنی تمام عالم زنده است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اونی که داره ربوبیت میکنه عالم رو الله، رب العالمین. و یه جایگاهی هم توی این عالم هست، یه جایگاهه، نه یه جایی و یه روزی، اینم گفتیم که اونجا پرده ها میره کنار، شما اینو میبینی، اون مالک یوم الدینه. خب وقتی این 5 تا ستون رو شما میگیرین، دیگه هیچ چیزی برای هیچ کس باقی نمیمونه. در نتیجه چاره‌ای نیست جز این که بگید ایاک نعبد، فقط و فقط من عبودیت تو رو میکنم. این ارتباط ایاک نعبد با آیات قبلیه. حالا این چی رو گذاشتن یه زندگی ما که روزی 10 بار باید بخونیمش، چقدر ما خوندیم اصلا توجه نکرد. ایاک نعبد. عبودیت هم گفتیم دیگه، عبودیت همینی که شرح دادیم تو این 2 شب گذشته. ایاک مقدم شده، دلالت بر حصر میکنه. اصلا کسی دیگه نیست که من عبودیتشو به جا بیارم. یعنی کسی دیگه نیستش که من اونو مالک دارایی های خودم بدونم، برای خودم برنامه ریزی نکنم و تدبیر اونو به عهده بگیرم. فقط تویی. لذا ایاک نعبد یعنی من هر چی داری به من دادی و به تو برمیگردونم، درش تصمیم نمیگیرم، برای خودم برنامه ریزی نمیکنم، جمله اشتغالم در امر و نهی توئه. بسیار لطیف، خیلی لطیف. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. میگه وقتی اینو میگی انگار یه کمی بوی نفسانیت توشه، چون داری میگی من ایاک نعبد، یه معنی توش هست. برای اینکه اون معنی رو هم بشوره میگه و ایاک نستعین. توی اینجا از تو استعانت میجوییم. این که فهمیدم ایاک نعبدم به استعانت توه، میگه این اونو جبرانش میکنه. ایاک نعبد و فقط عبودیت تو رو به جا میارم و ایاک نستعین، فقط از تو یاری طلب میکنم. بعدش اهدنا الصراط المستقیم، میگه صراط مستقیم میخواد، بیا بقیه کتابو بخون. این صراط مستقیم، هذا صراط مستقیم. صراط الذین انعمت علیهم کیه؟ همینجا اومده. کیه؟ موسی، ابراهیم، عیسی، ایوب، هود، صالح، نوح. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کیه؟ اونا همشون اینجا. شیطان، فرعون، قارون. بعد همشون اینجا. این تو هم. یعنی این تو موسی، عیسی، فرعون، ابراهیم. تا در سفر زندگی کدومشونو بیاری بشونی رو تخت سلطنت؟ اگه فرعون رو بشونی موسی رو در بند میکشه، اگه نمرود رو بشونی ابراهیم رو در بند میکشه، اگه ابراهیم رو بذاری نمرود رو به خدمت میگیره، در بندش نمیکشه. اونا در بند میکشن اما این به خدمت. خیلی فرق بین ایناست.
اینم ارتباطه. خیلی اجمالی گفتم، تفصیلش رو تو مارمزون گفتم. حالا هم یه مارمزون کجا گفتی خودم نمیدونم کجاست، بگردین پیدا کنین. مارمزون گفتم، فکر کنم سایت اکسیر باشه. اینم تمام. خب عبودیت پرونده شو ببندیم، بریم سراغ پرونده فصل بعد. موضوع صحبت ما سیر انسان در قرآن کریمه. یه فصل دیگر رو فقط معارفه‌شو الان میگم، ان شاءالله توصیفش و توضیحش برای فرداشه. میرسیم به فصل بعدی. اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزیز الحکیم. این فراز داستان بخش بعدی سیر انسانه. حالا چیا توش هست؟ اولین چیزی که میتونیم از تو این داستان، خیلی چیزا توش هستا، ولی ما فعلا فقط میخوایم یه استفاده خیلی اندکی بکنیم بریم جلو. اولین چیزی که میتونیم از توش برداریم اینه انی جاعل فی الارض خلیفه. در قرآن کریم فقط 2 بار کلمه خلیفه به کار رفته. یه بارش تو سوره صاد، یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله. اون خلیفه به معنی حاکم و حکمرانه، اما این خلیفه به معنای اصلی کلمه است، یعنی جانشین. از کلمه خلف میاد. جانشین خدا کیه؟ چه کاری ازش میاد؟ کسیه که کار خدایی میکنه. از کجا میگی؟ از خود همین سوره میگم. چرا؟ چون که وقتی گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. برای اینکه صداقتمون به هم نخوره، خدا وکیلی من طرفدار ملائکه. شما جز فساد و سفک دماء از این بشر چیز دیدی؟ اگه خلیفت الله دیدی نوش جونتون. ما که ندیدیم. ما هر چی دیدیم یفسد فیها و یسفک الدماء دیدیم، فساد و خونریزی. عجب زدن تو خال، گفتن این که همش کارش فساد و خونریزیه. حالا از اینجا شد دیگه، چون گفتن ما دیگه قبول میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون. خیلی خوب، گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونی. خب قرار نیست که من بدونم که. اونا نمیدونستن، منم نمیدونم. ما فعلا میگیم سمع و طاعه. بعد چی شد که به این ملائکه پاسخ بده، بگه بابا این نیست، این خلیفه است. برای اثبات خلیفه‌گری آدم خداوند چیکار کرد؟ علم آدم الاسماء کلها. این کارو کرد دیگه. این یعنی چی؟ این چه چیزیه که از خونریزی و فساد میبره به خلیفت اللهی؟ این چیه؟ اجمالش الان، تفصیلش انشالله فرداش. 6 دقیقه وقت. ما معلمیم، خیلی به وقت اهمیت میدیم. سر وقت شروع کنیم، سر وقت هم تموم کنیم. آقا نه سر وقت شروع میکرد نه سر وقت تموم میکرد. کلی بهش فشار آوردیم که سر وقت شروع کنه، بعد سر وقت تموم میکرد ولی بازم سر وقت شروع نمیکرد. بعضی اصلا در میرفت از دستش. ما انشالله سر وقتی هستیم، سر وقت شروع میکنیم، سر وقت هم تموم میکنیم. 6 دقیقه وقت دارم بگم، 1 دقیقه شام که چرت و پرت گفتم، 5 دقیقه. ببینید تعلیم اسما یعنی چی؟ یه جمله مرحوم علامه طباطبایی داره که این جمله رو اگرم ندید یه کسی میگفت، من میگفتم اینو فقط علامه طباطبایی میتونه بگه. ایشون میگه که علم آدم الاسماء کلها تفسیر نفخت فیه من روحیه. همه اینو شنیدید. نفخت یعنی دمیدم، فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. از روح خودش در ما دمیده یعنی چیکار کرده؟ ببینید فرض کنیم مثلا یه خطاط درجه 1 که در دنیا مثلا کمتر نمونه این خطاط پیدا میشه. ولی این خطاط شاگردان مختلفی داره، ولی بعد میگه که ببین من روح من در این شاگرد دمیده شده. اینجا روح من یعنی روح کی؟ چیشون شأنیتش خطاطیه دیگه. مثلا انشالله یه روز استاد توکلی بگه روح موسیقی من در این رحیمی دمیده شده. فرقش بلبل و کلاغه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که
این صدا به من منتقل شده، این توانایی به من منتقل شده. وقتی یه نقاش میگه روح من در این شاگردم دمیده شده، یعنی توان نقاشی این در این دمیده شده. روح خدا در ما دمیده شده چیه؟ خداوند از خودش چی ظاهر کرده توی این عالم؟ اونی که ظاهر نشده که نشده. بسمک المکنون المخزون الذی فیک ولم یخرج منک، به اون اسمی که در توی و از تو خارج نشده. استاد ما گفت من اینو برای علامه طباطبایی خوندم، شگفت زده شد، حیرت زده شد. بعد میگفت اگه خارج نشده اونا کجا میدونن؟ حالا ببندیم ولش کنیم، جای ما نیست اینجا حرف بزنیم. پس اونی که خارج نشده که خارج نشده. اما اونی که از خداوند خارج شده چیه؟ از خداوند چی ظهور کرده؟ این عالم. غیر از اینه؟ این عالم رو وقتی تحلیل میکنید چیه؟ این عالم رو وقتی تحلیل میکنید میگید این آبه، ولی واقعا این چیه؟ آب که نیست. آب اسمه. آب آیه با کلاس با ب فارسی شما میگی آب. چیه به من بگیدین؟ اگه بخواین واقعا بگین این چیه، این ساقیه، یعنی تشنگی رو برطرف میکنه. دارو چیه؟ دارو که دارو دال و الف و ر و واو که نیست، دارو شافیه. پس وقتی شما تحلیل میکنید عالمو، هر کسی هر چیزی اون درونش و حقیقت وجودش میشه چی؟ میشه شافی، ساقی، نمیدونم رازق، عالم، میشه اسما. از خداوند چیزی جز اسما ظهور نکرده در این عالم. بعد میگه علم آدم الاسماء کلها، همه اسما به آدم تعلیم کردیم. یعنی چی؟ یعنی آدم رو یه جوری طراحی کردم که این آدم مظهر اسماءه. همین الان دنیا رو نگاه کنید. دنیا رو شما چند کیلو میتونید بلند کنید؟ یه آدم معمولی دیگه. قهرمانای مثلا وزنه برداریمون با کلی تمرین و چی و چی و چی تو اون اوج تواناییش مثلا 200 کیلو 250 کیلو بلند میکنه، اونم بتونه آیا نتونه. ولی بشر، یعنی انسانی که مظهر اسماء، یه جره ثقیل ساخته، نمیدونم چندها تونو بلند میکنه. بیشترین جره ثقیلا نمیدونم چقدره، ولی بارهای بسیار عظیم. این کی این کارو میکنه؟ کی کوهو میکنه؟ کوهو از جا برمیداره؟ کی این آسمون خراشار میسازه؟ اینا اسماءه. لذا وقتی که شما قرآن کریم رو میخونید، خدا میگه من کشتی‌ها رو در دریا جاری میکنم. کشتی‌ها رو ما آدما درست کردیم، ما مظهر اسماییم. ما در کنار همدیگه یه نمایشی از انسان کاملیم. منتها چون سیر انسان عمودیه نه سطحی، وقتی انسان سیر میکنه میتونه کمالات همه رو یک جا داشته باشه. این فرق انسان کامل با ماست. اینی که میگه انسان کامل علم خداست، قدرت خداست. شنیدم عاشقی مستانه میگفت خدا را حول و قوت جز علی نیست، مرا پیر طریقت جز علی نیست، که هستی را حقیقت جز علی نیست. شنیدم عاشقی مستانه میگفت خدا را حول و قوت جز علی نیست. این علی کیه؟ علی مظهر انسان کامله. اون وقت علی اومده داره میگه حسین رحیمی بیا تا اونجایی که من رفتم. این جایگاه انسانه. السلام علیک یا ابا عبدالله. زنده در هر دو جهان نیست، به جز کشته دوست. کشتم کشته او را که جهان زنده به اوست. از در دوست درآی، جلوه‌گه دوست ببین، که رخ دوست نبینی
مگر از دیده دوست. خضر ما تشنه دریا شد و ما تشنه وین زلال از دل دریاست که ما را به سبوست. وین زلال از دل دریاست که ما را به سبوست. چشم مرا هر سر مو از غم توست، ای که در باغ تنت چشمه خون هر سر موست، ای که در باغ تنت چشمه خون هر سر موست. پیش ما از همه سو قبله به جز روی تو نیست، وجه اللهی و روی تو عیان از همه سوست. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، تیر باران چو تنت از همه سو گشت حسین، سوی حق روی دلت از همه از همه سوست. گشت از خون تنت کرب و بلا دشت خودم، اینک از تربت او صورت من قالی بوست. سجده بر خاک تو شایسته بود وقت نماز، ای که از خون جبینت به جبین آب وضوست. حسین آرام جانم، یه بار دیگه، حسین آرام جانم، حسین روح و روانم. هر کریمی نشود کشته بر آزادی خلق، جز تو ای زنده که جدا کرمت عادت و خوست. بر لب خشک تو جیحون ابد از چشم ترم، هر کجا ره گذرم بر لب بحر و لب جوست. زخم شمشیر ندیدم که بدوزند به تیر، زخم شمشیر ندیدم که بدوزند به تیر، جز جراحات عروق تو که این گونه رفوست. تشنه اطفال تو در بادیه مردند و هنوز خضر بر
چشمه خضرای لبت بادی پوست، ناوکم بر دهن آید که نگویم به کسی، اسقرت راز کمان تیر سپهلو به گلوست، تیغ فولاد کجا؟ تیغ فولاد کجا؟ روی لطیف تو کجا؟ دلبران روی بگرید اگر از آهن روز. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قدیل العبرات. نسألك اللهم و ندعوک باسمك العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. حاجاتتون رو در نظر بگیرین، یک لحظه خلوت کنین تو این مجلس عزای ابو عبدالله در آستانه اذان. میشه دعا مستجاب نشه؟ دعا برای ظهور آقا امام زمان، نجات مردم جهان، رفع همه گرفتاری ها، بازگشت امنیت و سعادت به جامعه، سعادت خودتون، فرزندانتون، نسلتون، ذریتون، برای رفع همه گرفتاری ها. همه مضطریم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا مجیب المضطر عجب المضطر و نحن المضطرون. الهنا هذا ذلنا ظاهر بین یدیک و هذا حالنا لا یخفی علیک، منک نطلب الوصول الیک و بک نستدل علیک، فاهدنا بنورک الیک و اقمنا بصدق العبودیت بین یدیک. الهنا علمنا من علمک المخزون و صنا بسترک المصون. الهنا حققنا بحقائق اهل القرب واسلک بنا مسلک اهل الجنب. الهنا اغننا بتدبیرک لنا عن تدبیرنا و باختیارک عن اختیارنا و اوقفنا علی مراکز اضطرارنا بک ننتصر فانصرنا و ببابک اقف فلا تطردنا و بجنابک انتصب فلا تبدنا و علیک نتوکل فلا تکلنا و صلی الله علی محمد و آل محمد.